شما بفرمایید روزی چقدر حقوق میگیرید؟ متری کار میکنم من. منظورم اینه که حد اکثر حقوقتون چقدر تو یک روز؟ حد اکثر که 100 تومن میشه. 100 تومن. سروش گوش کن ببین ما چی میخوایم بگیم. خب ببخشید آقا شما چقدر سواد داری؟ من دیپلم ندارم. من الان شما رو از کجا آوردم؟ از کنار خیابون. بله شما چقدر باید کنار خیابون بیستید تا یکی شما رو ببره سر کار؟ متوجه نمیشم من. میبینی آقا سروش؟ شما اگه درس نخونی آیندت میشه یکی مثل این آقا، میشه یه آقایی مثل ایشون که باید صبح تا شب بره کنار خیابون بیسته تا شاید یکی ببرتش سر کار. خوبه؟ دوست داری اینطوری؟ این دایتو برای شما کم نذاش. بله کم نذاش، خیلی هم گذاشت. برای چی گذاشت؟ توهم، خودشاک پنداری، پاپ علکی. منم شدم نقیه دوم. منم مثل تو هیچی نشدم. مردی تو صبر داشته باش، مثل همیشه فرق داشته باش. بسا بگن کی نبود چی بش، اما ای دل مردونه داشت. عیب نداره بری تو خوده، میدونم فشار همون چیز رو توه. میدونم هر کی دم نمیزنی دنیا بدتر رود گیری سپیش میکنه.